فقط با استاپ نگاش نکن، تو هم میتونی بسازیش. مطمئنم که تو هم دوستای تابلو شاسی گیمینگ خودت رو داشته باشی و یا حتی اتاقت رو باشون تجهیز کنی. ولی خب ما تو ایران زندگی میکنیم و خودت هم میدونی دیگه، به خاطر همین ما مجبوریم که خودمون دست بکشیم و من تونستم با کمترین قیمت و کمترین وسایل نزدیکترین چیز به اون چیزی که میخواستم رو بسازم. همونطور که میبینید کوالیتی خیلی خوبی هم دارن و خوب درست شده. حتما تا آخر این ویدیو رو ببین تا تابلوی گیمینگ خفن خودت رو بسازی. برای ساختشم ما نیاز به یه ورقه چاپ، تخته و مداد شمی داریم. در قدم اول ما نیاز داریم که یه طرح خیلی خوب از گوگل و یا چت جی پی تی پیدا کنیم که من بعد از کلی گشت و گذار این طرح رو انتخاب کردم. حالا باید طرح خودمون رو روی ورقه پیاده کنیم و از اونجایی که میدونم شما هم میتونه نقاشیتون مثل من خب یه جورایی افتضاح باشه، میتونیم از این روش استفاده کنیم. مثل اینه که یعنی از لپتاپ و یا گوشیمو به عنوان یه وسیله برای ترسیم طرحمون استفاده کنیم. دقیقاً همین جوری. طرح رو میتونیم خیلی تر و تمیز روی ورقمون پیاده بکنیم. تمام. حالا باید با مداد شمی که داریم طرحمون رو رنگ کنیم تا این به دست بیاد. تو رو خدا حمایت کنید، دستم شکست تا اینو بسازم. خب یه جایی من در واقع به این تابلو نیاز نداشتم و فقط رسما درستش کردم تا راهش رو به شما نشون بدم، چون اگرم این اینو تابلو میکردم یه جایی اتاقمو شلوغ میکرد. دوباره رنگ میکنیم. یه چیز خیلی مهم توی رنگ کردن و درست کردن این تابلو این بود که شما نمیتونید با مداد شمی همه جا رو رنگ کنید، بلکه باید یه جایی رو با مداد رنگ کنید، چون مداد شمی نمیتونه جاهای باریک رو رنگ کنه و ترجیحاً از مداد بیچار استفاده کنید برای پر کردن درزا، چون خیلی تیر هست و میتونه جای مداد شمی رو بگیره، ولی میتونید از همون مداد معمولی هم استفاده بکنید. اینجا آخرای یه شاهکاره. مدادم شمی هم داشت تموم میشد و خیلی سخت بود با اون کشیدن. دستم داشت میترکید به خدا. اینجا میخواستم برای پر کردن اون قسمت نوشته ماینکرافت رو با گواش قرمز رنگ کنم که دیدم گواشم خوش شد و متاسفانه با همون مداد شمی رنگ کردم. متاسفانه گواشم خوش شده بود. با همون مداد شمی تصمیم گرفتم اون ماینکرافت رو رنگ کنم که هیچ فرقی هم نداشت به خدا. بچه شما میتونید همین کارم با گواش انجام بدید، حتما با مداد شمی نمیشه، ولی خب با گواش من تخصصی ندارم داخلش، تو اینم حالا نه، ولی خب یه جورایی میشه با مداد شمی همچین چیزایی رو درست کرد. بالاخره کار تموم شده، ولی خواستم مثل تابلوهای قبلیم اون درزارم پار کنم که یه جورایی یک نواخت بشه اون تابلو، ولی خب مداد شمی تموم شد و نتونستم و کار شد این دیگه. نمیتونستم با اون یه کوچولو بکشم، واقعا خیلی کارو اذیت میکرد، دستم اذیت میشد و نمیتونستم واقعا بکشم و هم خواستم تبدیلش به این بکنم که خب نشد. ولی خب میتونید شما اون درزا رو با مداد شمی هم پر کنید. الان فقط کافیه که اون طرحتون که روی ورقه A4 رو بچسبونید به اون تختتون. حالا میتونید از چسماتیکی استفاده کنید برای چسبونش. بعدش باید اون تابلوتون رو بچسبونید به دیوار. من از چسب دو طرفه استفاده کردم، شما میتونید از میخ هم استفاده بکنید. تمام.